تا حالا به این فکر کردین که چطور میشه اون ترشی‌های ترد و خوشرنگ و پر از خاصیت رو خودمون تو خونه درست کنیم؟ خب امروز قراره با هم قفل این راز رو باز کنیم و یاد بگیریم چطور یه منبع پروبیوتیک واقعاً بی‌نقص و سالم برای خودمون بسازیم. خب بیایید صاف بریم سر اصل مطلب. به نظرتون راز واقعی یه تخمیر بی‌نقص، یعنی تخمیری که هر دفعه عالی از آب در بیاد، چی میتونه باشه؟ جواب خیلی ساده‌تر و نزدیکتر از چیزیه که فکرش رو میکنید. در واقع درست جلوی چشمتونه، توی همون آشپزخونه. اما نه، منظورم هر نمکی نیست. با قهرمان داستان تخمیر ما آشنا بشید. نمک صورتی هیمالیا، خالص و سرشار از مواد معدنی. خیلی خوب، پس مأموریت ما کاملا روشنه. میخوایم یه کلم قرمز ساده رو برداریم و اون رو تبدیل کنیم به یه خوراکی تخمیری زنده، خوشمزه و سرشار از پروبیوتیک. یه نیروگاه پروبیوتیک واقعی. یه نگاه به وسایلمون بندازین. واقعا چقدر ساده است. یه کلم قرمز خوشرنگ، قهرمان اصلی داستانمون یعنی نمک صورتی و چند تا وسیله کاملا معمولی که تو هر آشپزخونه پیدا میشه. همین. هیچ دستگاه عجیب و غریبی لازم نداریم. حالا خوب گوش کنید. چون این مهمترین رازیه که امروز قراره بهتون بگم. عدد جادویی ما 2%. فقط همین یک عدد رو به خاطر بسپارید. ببینید، این یه پیشنهاد نیست، یه قانون طلاییه. یعنی به ازای هر 1000 گرم یا همون 1 کیلو کلم ما دقیقاً به 20 گرم نمک احتیاج داریم. این نسبت بی‌نقص یه بهشت امن برای باکتریای خوب میسازه و به باکتریای مضر و ناخواسته میگه اینجا اصلاً جای شما نیست. آماده ایم که دست به کار بشیم؟ عالیه. بیاین با همین مراحل ساده و لذت بخش رو طی کنیم تا به یه تخمیر بی‌نقص برسیم. اول از همه کلمه رو تا جایی که میتونید نازک خرد کنید. بعد میرسیم به بخش جذاب ماجرا، ماساژ. نمک رو روی کلمه بپاشید و برای 5 تا 10 دقیقه با دستای تمیز خوب به خوب ورز بدید و ماساژش بدید. باید حس کنید که کلم زیر دستتون نرم میشه. کاری که الان داریم میکنیم مثل جادو میمونه. با این ماساژ داریم دیواره‌های سلولی کلم رو میشکنیم تا آب طبیعیش آزاد بشه. این آب همون آب نمک طبیعی یا براین رو درست میکنه. یعنی یه استخر شنای عالی برای باکتری‌های پروبیوتیک دوست داشتنی ما. حالا وقت پر کردن شیشه است. کلم رو خیلی خیلی محکم توی شیشه فشار بدید. هدف اینه که تا آخرین حباب هوا رو خارج کنیم. و این نکته حیاتیه. کلم باید کاملاً زیر آب نمک خودش غرق بشه. وزنه تخمیر دقیقاً برای همینه. مثل یه نگهبان کوچولو روی کلم میشینه و از تخمیر شما در برابر کپک محافظت میکنه. و حالا کار ما فقط انتظار کشیدنه. یه جای تاریک و دنج با دمای معمولی اتاق برای شیشتون پیدا کنید. طی چند روز آینده یادتون باشه هر روز در شیشه رو برای چند ثانیه باز کنید تا گازی که به خاطر فعالیت باکتریای خوشحال تولید شده خارج بشه. از روز 3 تا 7 میتونید کم کم طعمش رو امتحان کنید. هر وقت به اون طعم ترش و گازدار دلخواهتون رسید یعنی سفرش تموم شده. بعدم منتقلش کنید به یخچال تا فرآیند تخمیر متوقف بشه و همیشه تازه بمونه. خب حتما براتون این سوال پیش اومده که این نمک هیمالیا مگه چی داره که اینقدر مهمه؟ چرا این همه روی این نمک تاکید داریم؟ بیایم با هم یه شیرجه بزنیم توی علم پشت این قهرمان صورتی رنگ. اینجا یه دوئل کلاسیک رو می‌بینیم. خالص در برابر فراوری شده. یه طرف نمک هیمالیا رو داریم، خالص، تصفیه نشده بدون هیچ افزودنی. طرف دیگه نمک معمولی سفره که معمولاً پر از مواد ضد گلوچه شدن و یوده. این افزودنی‌ها برای ما دقیقاً نقش شخصیت‌های منفی داستان رو بازی می‌کنن. چرا؟ چون میتونن جلوی فعالیت باکتریای خوب ما رو بگیرن یا حتی متوقفش کنن. پس قدرت نمک صورتی اول از همه توی خلوصشه. اجازه میده باکتری‌های مفید کارشون رو بدون هیچ مزاحمتی انجام بدن. به علاوه یه سری هدیه هم با خودش میاره. مواد معدنی کمیابی مثل منیزیم و پتاسیم که در واقع مثل یه سوپر ویتامین برای پروبیوتیک‌ها عمل میکنن. و در نهایت طعمش یه پیچیدگی ملایم و فوق‌العاده‌ای به ترشی ما میده که با نمک معمولی اصلاً به دست نمیاد. و حالا لحظه‌ای که منتظرش بودیم. رونمایی از نتیجه نهایی. بیایم ببینیم یه تخمیر موفق چه شکل و بو و طعمی داره
و چطور میتونیم ازش لذت ببریم. وقتی اون طعم ترش و سرزنده و یه گازداری ملایم و دلپذیر رو روی زبونتون حس کردید، بدونید که کارتون رو عالی انجام دادید. این خود طعم موفقیته. این نشونه‌ایه که شما یه خوراکی زنده، سرشار از میکروب‌های مفید خلق کردید. پس با خیال راحت از این خوراکی فوق‌العاده خوشمزه و بی‌نهایت سالم لذت ببرید. این دستپخت شماست و موفقیتش رو مدیون یه فرایند ساده و قدرت نمک خالص هیمالایا هستید. نوش جان! خب، حالا که راز یه تخمیر بی‌نقص رو میدونید، آشپزخونه دیگه زمین بازی شماست. پروژه بعدیتون چی خواهد بود؟ شاید کلم ترش آلمانی یا کیمچی تند و تیز یا حتی هویج تخمیری؟ دنیایی از گزینه‌های خوشمزه پیش روی شماست.